دادگاه عالی تاجیکستان حسن رحیمов رئیس بخش ҳизби اینک ممنوی نهضت اسلامی در ناحیه فرخار را به 9 سال زندان محکوم کرده است. این محکومیت نفر نخستین از بازداشت‌شده‌های خنید بعد حادثه‌های سپتامبر است. یک منبع در دادگاه عالی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مرافع آقای رحیمov تحت ریاست دادرس ادهم اکرمov پس درهای بسته صورت گرفته حکمش 27 نوامبر اعلان شده است. به قول مصاحب حسن رحیمov بر اساس 3 ماده کودکس جنایی دعوت عمومی برای فعالیت تروریستی و تشکیل اتحاد اکستریمیستی غیرقانونی نگاه داشتن سلاح و برانگیختن کینه عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی گناهکار اعلان شده است. حسن رحیمov 23 سپتامبر سال جاری بازداشت شد و مقامات اعلام کرده بودند که در منزل او تفنگچه و نارنجک پیدا کردند. نزدیکان حسن رحیمov نیز گفتند وکیل دفاع سعادت یوسفova روز 28 نوامبر آنها را از این حکم دادگاه آگاه کرده است و گفته آنها در مرافعه حسن رحیمov تنها به همسر و فرزندان و برادرانش اجازه دادند که برای حدود 5 دقیقه با او ملاقات کنند. در مرافعه برخی از همدیگران حسن رحیمov همچون شاهد شرکت کردند و گفته نزدیکان حسن رحیمov بعد از خبرهای دریافت حکم دادگاه آنها خواستند که از بالای آن شکایت کاساسیونی برند، ولی به آنها گفته شده است که آنها این حق ندارند چون پرونده مخفی است و تنها خود حسن رحیمov میتواند در همان داخل سزا شکایت برد.